سلام عزیز دلم. امروز با مراقبه ماه کامل به کنارت اومدم. این مراقبه ماه کامل در کپریکورن هست برای رها کردن کنترل، پذیرش واقعیت‌ها و سبک شدن از فشارهای بیهوده. من آرامشم. اگر دوست داری این مراقبه رو انجام بدی، چشمای قشنگتو ببند و با من همراه شو. امشب ماه کامل بالای سرمونه. در آسمون ساکت تیر ماه. ماه کپریکورن داره می‌درخشه. با انرژی که ما رو به واقعیت‌ها برمیگردونه. به اون بخشایی از خودمون که گاهی یادمون میره. قدرت، مسئولیت، صبوری و گاهی هم بار زیادی روی دوش. یه نفس عمیق بکش. با هر بازدم بذار یه تیکه از کنترلی که میخوای نگهش داری ازت جدا بشه. تو مجبور نیستی همیشه قوی و بی‌نقص باشی. لازم نیست تو همیشه همه چیزو مدیریت کنی. الان وقتشه که از خودت بپرسی کجای زندگیم دارم از روی ترس می جنگم، نه از روی ایمان. کدوم هدفی که با قلبم هم صدا نیست؟ چی رو دارم نگه می‌دارم فقط چون فکر می‌کنم باید نگهش دارم؟ بیا امشب با هم یه بهانه خوب داشته باشیم. برای رها کردن چیزایی که دیگه به کارمون نمیاد. برای بخشیدن خودمون. برای برگشتن به یه نظم درونی جدید.
نظمی که از دل آرامشه، نه از اجبار. یه نفس عمیق بکش. با هر نفس حس کن که پاهات روی زمین سفت‌تر میشه. روی کوههای امن کپریکورن و ذهنت مثل نسیم بالای قله ها سبکتر و آزادتر میشه. حالا توی ذهن خودت یه جمله بگو. من تمام تلاش هامو دیدم. و حالا به خودم اجازه رها شدن میدم. من به واقعیت با عشق نگاه میکنم، نه با ترس. همه چیز در زمان خودش شکوفا میشه. بذار این نور ماه مثل یه نور نقره‌ای نرم روی وجودت بشینه و تا صبح حافظ شبهات باشه. اگه خواستی میتونی این مراقبه رو تکرارش کنی. یا اگه دوست داشتی واسه دوستاتم بفرستیش. من همیشه اینجام که کنارت باشم.